مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردی همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده تحلیل و آنالیز بکنیم دستگیری مشکوک توماج صالحی، خواننده سبک رپ که در طول چند سال گذشته با انتشار آهنگ‌های اعتراضی به سبک رپ تونسته بود در بین مردم حسابی جا باز بکنه. تاریخ 8 آبان خبر بازداشت توماج صالحی توسط نهادهای امنیتی در فضای مجازی حسابی وایرال شده و سر و صدا پیدا کرد. امروز می‌خوایم تحلیل و آنالیز بکنیم فعالیت‌های این یکی دو ماه گذشته توماج صالحی رو که میدونید که توماج صالحی تاریخ 21 شهریور ماه 1400 توسط نهادهای امنیتی و اطلاعات سپاه بازداشت میشه و بعد از بازداشت شدن توماج صالحی بسیاری از سیاستمدارهای خارج از کشور و افرادی که در حوزه حقوق بشر و چیزهای مختلف فعالیت میکنن در خصوص بازداشت هنرمندها و کسایی که کارهای هنری میکنن واکنششون دادن، از جمله توماج صالحی و فشارهای افراد سیاسی خارج از کشور و یه سری از رسانه‌های داخل کشور و سلبریتی‌ها و افراد مختلف باعث شد که توماج صالحی 30 شهریور همون سال یعنی 1400 با قید وثیقه از زندان آزاد بشه. بعد از اون خبری از توماج صالحی نبود تا این 44-5 روز گذشته با افزایش موج اعتراضات مردم بعد از کشته شدن مهسا امینی توسط مامورای گشت ارشاد ما به ناگاه دیدیم که توماج صالحی حسابی در فضای مجازی فعال شد، ویدیو منتشر کرد، کف خیابون‌ها موزیک ویدیوی اعتراضی داد و این فعالیت توماج صالحی دو نظریه رو الان بیرون آورده. نظریه اول این هستش که توماج صالحی آدم شجاع و نترسیه که اومده و کف خیابون‌ها اعتراض کرده، بعد از اونم 8 آبان ماه همین امسال بازداشت شده و خیلی کامنت گذاشتن که دمش گرم، مبارز واقعی اینه که الان توی ایرانه و تو خاک ایران داره مبارزه میکنه. این تحلیل اوله. اما تحلیل دومم شنیدنیه. اینکه یه عده میگن که توماج صالحی توسط خود نهادهای اطلاعاتی امنیتی مدیریت میشده و اجازه فعالیت بهش داده میشده برای اینکه فعالیت بکنه تو فضای مجازی تا لیدرهای اصلی معترضین در داخل و خارج از کشور شناسایی بشه. حالا چطوری در طول این ویدیو ما هر دو زاویه رو تحلیل و بررسی میکنیم. ببین موضوعی که این قضیه رو شک برانگیز میکنه این هستش که توی ایران مردم عادی وقتی میخوان برن تو خیابون‌ها و اعتراض بکنن یا حتی خارج از کشور، یه عده از ترس این که شناسایی نشن ماسک میزنن، معترض به اون سیستمن، ولی خب حالا بنا به دلایلی مهاجرت کردن یا این ورن یا هر از چند میخوان برن خانواده‌شون رو ببینن و بیان، یا توی ایرانن کار دولتی دارن، یه کاری دارن میترسن بگیرن، خب سیستم حساب کتابی نداره اونجا که یه دفعه میگیرن میبرنشون 1000 تا بهشون انگ میچسبونن و حالا کی اینا رو پیدا کنه که کدوم نهاد امنیتی اینا رو گرفته. اما توماج صالحی شخصیتی که هم معروف بود هم مشهور بود بدون ماسک کف خیابونای ایران ویدیو منتشر میکرد و رجزخونی میکرد برای نهادهای امنیتی. این به نظر شما مشکوک نیست؟ میتونیم بریم یکی از این ویدیوهاش که خودش توی توییتر خودش منتشر کرده رو با هم دیگه ببینیم که بدون ماسک داره ویدیو پخش میکنه از خودش. خب این یکی از ویدیوهایی بود که توماج صالحی منتشر کرده بود و بعد از اون اومد یه ویدیو دیگه از خودش منتشر کرد و برای نهادهای اطلاعاتی امنیتی داخل ایران شاخ و شونه میکشید. ببینیم این ویدیوها رو هم. شما آدمای بی‌سوادی هستین، شما آدمای کم‌هوشی هستین. به خاطر همینی که یک نفر آدم رو نمیتونید توی یه شهر به کوچیکی دستگیر کنید. چون این شهر کلاً 200,000 جمعیت داره. شما آدمای بی‌سواد و احمقی هستین. بله اینجوری
توماج صالحی نهادهای اطلاعاتی امنیتی داخل ایران رو آدم‌های بیسواد و احمق خطاب میکرد. الان یه بچه کودکستانی هم میدونه که سیستم اطلاعاتی داخل ایران چقدر قویه. این برای کسی پوشیده نیست. انقدر تسلط دارن روی نمیدونم شنود تلفن ها، انقدر مخبر دارن توی خیابون ها و کوچه های مختلف که حتی میدونن رنگ شورت طرف هم چه رنگیه. نمیخوام ترس و وحشت ایجاد بکنم اما خب چیزی بوده که خیلی ها میدونن. حتی آمار یه سری از آدمایی که خارج از کشورن هستن، حتی آمار خود من هم ممکنه داشته باشن، کجا زندگی میکنم، دارم چیکار میکنم، نمیدونم با کی میرم، به خاطر اینکه مخبر و آدم فروش زیاد دارن. آدم فروش و مخبر زیاد دارن که میتونن آمار افراد رو بگیرن. بعد چجور؟ ببین توماج صالحی یه آدم هستش که به حال نمیتونیم بگیم بچه است که. ببین شما یا باید خیلی شجاع باشی تو اون مملکت که بخوای اینجوری ویدیو بدی بیرون، یا باید خیلی احمق باشی که بخوای اینجوری رجزخونی بکنی، یا پشتت به یه جایی گرمه که میگن برو جلو. نظریه هست دیگه، میگن برو جلو، ویدیو منتشر کن، نمیدونم صحبت بکن، بگو من کف ایرانم، فلانم، بیسانم، ما پشتتیم. وگرنه یک بچه کودکستانی هم میدونه که داخل خاک ایران شما رجز بخونی واسه نهادهای امنیتی 3 سوت پیدات میکنن. یه روش سادهش این هستش، با رصد پیج اینستات، با رصد توییترت، اینکه چجوری از کجا لاگین شدی به پیجت، از طریق آی پی آدرست میتونن پیدات بکنن. چیز فکر میکنم پیچیده و عجیب و غریبی نیست که بخوان یه شخصی رو پیدا بکنن یا بخوان یه شخصی رو دستگیر بکنن. خب نتیجتا چی میشه؟ اینکه توماج صالحی به احتمال زیاد موقع این اتفاقات، کسی که تعهد داده بوده چند وقت قبلش بازداشت شده بوده که موزیک اعتراضی نخونه، چه اتفاقی باعث میشه که به محض اینکه این اعتراضات شروع میشه بلافاصله بیاد موزیک اعتراضی بده. میگم یا خیلی آدم شجاع و نترسیه که ما همینجا براش کف میزنیم، یا آدم احمقیه که قدرت اون نهادهای امنیتی رو تو اون کشور دست کم گرفته، یا آدمی هستش که عقلش نرسیده مثلا این کارو کرده. آقا شما مخاطب عام، شما هر جای این کره خاکی که باشید، واسه حتی بورکینافاسو هم باشید، تو همین آلمان هم باشی، واسه نهاد امنیتی تو آلمان خط نشون بکشی، تو بورکینافاسو باشی واسه نهاد امنیتی بورکینافاسو خط نشون بکشی، توی ترکیه باشی واسه نهاد امنیتی ترکیه خط نشون بکشی، توی ایران، کانادا یا استرالیا باشی، نهاد امنیتی اون کشور 3 سوت پیدات میکنه. از طریق دوستای نزدیکت، از طریق شنود تلفن‌های دوستای نزدیکت، از طریق شنود پیامک‌ها شبکه‌های اجتماعی پیدات میکنه. از طریق همون واتساپی که پیاماتو منتشر کرده بودی پیدات میکنه. تو ایران واتساپ شنود میشه. خیلی ها اینو میدونن، خیلی هم نمیدونن، حالا بدونن. شبکه‌های اجتماعی که به جمهوری اسلامی باج داده بودن توی ایران فیلتر نشدن. چرا واتساپ توی ایران فیلتر نمیشد؟ حالا خودتون پرسیدید؟ ضرر میزد به مخابرات دیگه. مخابرات هم مال سپاهه. وقتی واتساپ باشه مردم دیگه تماس مستقیم نمیگیرن، پیام مستقیم نمیدن، از واتساپ پیام میدن. خب عملا دارن به مخابراتی که مال سپاه ضرر میزنن. برای چی تو ایران فیلتر نمیشد؟ به خاطر اینکه مردم به خیال خودشون فکر میکردن که واتساپ یک پیام رسان امنه و اونجا پیام‌های خودشون رد و بدل میکردن و اونجا بود که نهادهای امنیتی میتونستن راحت‌تر اطلاعات مردم رو پایش بکنن و اصطلاحاً شنود بکنن. بعد چه اتفاقی افتاد؟ این ویدیوهایی که از توماج صالحی منتشر شد بعد از 40 روز خب مردم براشون سوال میشه. حسین ماهینی بازیکن تیم ملی ایران بوده، کتایون ریاحی، وریا غفوری، علی دایی، مهران مدیری، توماج صالحی که از اینا گنده تر نبود.
یه دور نطق اینا رو کشیدن. کتایون ریایی رو بازداشت کردن. حسین ماهی که اصلا 3-4 روز نبود. اکثر این افراد رو بازداشت کرده بودن، اما مونده بود توماج صالحی اون وسط و کسی بازداشتش نمی‌کرد. بازم تکرار میکنم شاید آدم باحالی بوده، آدم باهوشی بوده، میرفته قایم میشد، اما قایم شدن در ایران چیزی شبیه جوکه اگر بخواید واقعی و منطقی به این موضوع نگاه کنید. کی خبر دستگیریش منتشر میشه؟ 8 آبان. به محض اینکه توماج صالحی ویدیو منتشر کرد و کامنت های زیر پست توماج صالحی و توی توییتر و جای مختلف رو برید بخونید، گفتن تو چجور آزادی؟ چجور تو رو نگرفتن؟ وقتی که مردم مشکوک شدن به توماج صالحی، بلافاصله خبر دستگیریش در فضای مجازی با انتشار یکی از عکسایی که بازداشتش کرده بودن وایرال شد که بگن که نه ما سر این طرف رو گرفتیم و 23 نسبت به این قضیه واکنششون داد که حالا جلوتر هم گزارش 23 براتون پخش میکنم. خب چرا مثلا به اون آدم میگفتن مثلا برو فعالیت کن؟ اصلا نقشهشون چی بوده توسط نهادهای امنیتی؟ نظریه است. اینکه افرادی که لیدرهای اصلی داخل ایرانن و توی تظاهرات یا برای انقلاب داشتن آماده میشدن، وقتی توماج صالحی رو میدیدن بهش دایرکت میدادن، بهش پیام میدادن داخل ایران. پس عملا توماج صالحی یک طعمه بوده توسط نهادهای امنیتی که بقیه بیان بهش نوک بزنن و شناسایی بشن، ببینن که کی از مثلا BBC باش ارتباط میگیره، کی از فلان تلویزیون، کی از فلان شخص، کی از فلان جا، کی داخل ایران، کی داخل ترکیه، کی داخل اسرائیل باش پیام میده و باش ارتباط داره و بعد از اون بتونن این افراد رو یکی یکی شناسایی بکنن. کاملا میشه فرضیه طعمه بودن رو گفت. بعد از اون بالاتر اینه، توماج صالحی رو بازداشت میکنن، یه پیام ازش بیرون میاد که پیجش دست ادمینش خارج از کشوره و خودش این پیامو داده. بابا طرفو دارن تو زندان 1000 تا بلا سرش میارن، خودتون توی توییتر و تو خود پیجش طوفان توییتری و چیزهای مختلف را میندازید که الان جون توماج صالحی در خطره. بعد چجوری پیجش فعالیت میکنه؟ یعنی یه بچه 5 ساله هم میدونه که به محض اینکه بازداشت میشه اولین چیزی که ازش میخوان پیجشه و اگر توی پیجش فعالیت بیشتری انجام بشه دهن خودشون تو سرویس میشه. پس یا این آدم خودآزاری داره یا آدم با تخم و مرغیه یا همه اینا سناریو بازی. ما داریم همه طرف رو نگاه میکنیم. ما به محض اینکه شما رو میگیرن اولین چیزی که بهت میگن آقا ما خود شخصیت خودت برامون مهم نیست. ببین وقتی یه نفر آدمو میگیرن خود اون آدمه زیاد مهم نیست، اون مدیایی که داره، اون پیجی که داره، اون بلندگویی که داره اولویته، چون با اون بلندگوشی که میتونه هدایت بکنه افراد رو. یه نفر یه پیج 10 تا دونه فالووری داشته باشه ارزشمنده برای نهاد امنیتی یا یه نفر یه پیج 10 میلیونی داشته باشه 10 میلیونی؟ جای این دوتا آدم با هم دیگه عوض بشه، این بشه ادمین اون پیج 10 میلیونی بشه ادمین پیج 10 نفره، این آدمه زیاد مهم نیست، اون پیج است که مهمه. هر کی پشت اون پیج باشه براشون مهمه. بعد این پیج داشته خودش فعالیت میکره خیلی شیک و مجلسی. از اون جالبتر هستش که وقتی 23 نسبت به این قضیه واکنششون میده و گزارش رو جوری تهیه میکنه که رعب و وحشت بندازه تو جون همه. ببینید وقتی خبر دستگیری توماج صالحی منتشر میشه چه اتفاقی میفته؟ میگه نهاد امنیتی میخواد این پیام رو ارسال بکنه: ای کسانی که پیام نازل میشه از اون وقت، ای کسانی که داخل ایران هستید و خود را لیدر میدانید، شما از توماج صالحی که ادعا میکرد گنده تر نیستید، توسط ما بازداشت میشوید. اون سناریو رو چیدن که این ترس رو القا کنن. بریم گزارش 23 رو ببینیم که چه جوری میبره. وقتی 23 ورود میکنه و راجع به این قضیه صحبت میکنه آدم دیگه 100% به این اتفاق مشکوک میشه. ببینیم. استفاده از انسان رسانه در اغتشاشات اخیر از ببین خودشون هم کد میدن. اولین باره که من خودم کلمه انسان رسانه رو میشنوم.
پس شما تا وقتی که خودتون یه ایدئولوژی، یه تفکر نداشته باشید برای پیاده سازی کردن و اون پس ذهنتون نباشه، نمیتونید همجوری رو هوا بیاید بگید انسان رسانه. خودشون راجع به خودشون دارن صحبت میکنن. انتقال صفحه اینستاگرام به گروه‌های برانداز. یه بار دیگه بریم از اول. استفاده از انسان رسانه در اغتشاشات اخیر، از انتقال صفحه اینستاگرام به گروه‌های برانداز تا اداره صفحه توسط دیگران، یکی از مواردی که در این گزارش به اون پرداخته شده. توماج صالحی یکی از همین گونه افراد از لیدرهای جریان اغتشاشات، از لیدر جریان‌های اغتشاشات. توماج صالحی لیدر نبود، ولی یک شخصی بود که فعالیت میکرد توی فضای مجازی، که در فضای مجازی ادعا کرده بود کسی نمیتونه اون رو دستگیر کنه که بازداشت شد. توجه کردید؟ پیام قشنگ القا کردن. کسی که ادعا میکنه بازداشت نمیشه بازداشت شد. بله. ما تماشاگر نمیخوایم، به ما ملحق بشید. توماج صالحی خواننده ببینید کاملا خوشم دارن نشون میدن تصویر بدون ماسک از توماج صالحی. این قضیه رو مشکوک نمیکنن. در خیابان رجزخوانی کرده بود، الان سوراخ‌موشی ارزونه، در فضای مجازی کری خوانده بود. بیچاره‌تون میکنیم. این پیام القا میکنه اگر رجزخوانی بکنید، اگر کری بخونید، چه اتفاقی براتون میفته؟ ولتون نمیکنیم که این فیلم‌ها رو بازی نکنید برای ما. و برای نیروهای امنیتی خط و نشان کشیده بود. نمیتونید ما رو دستگیر کنید. فرار کنید. این رو دوستانه نمیگم. فرار کنید. این رو دوستانه نمیگم. اما در حال فرار از مرزهای غربی کشور بود که دستگیر شد. بلافاصله توییتر صفحه او را مسدود کرد تا ارتباط او با لیدرهای خارج از کشور شناسایی نشود. اما اینجا در تلفن او خطی کاملا عیان بود. تمرکز روی حمله باشه. لوکیشن نمیدی توی فراخوان. از این دست چهره ها که به واسطه شهرت دنبال کننده های بسیاری دارن. تمام شد رفت. یه گزارش انقدری بود، بقیه‌اش هم میره به موضوع دیگه میپردازه. کاملا ببینید آزاد نگه داشتن و آزادی عمل دادن به توماج صالحی از همه زاویه‌ای برای جمهوری اسلامی سود بود. از این زاویه که توماج صالحی میشه تومه شناساییش میکنیم، افرادی که باهاش در ارتباطن رو پیدا میکنیم، بعدش که این افراد رو شناسایی کردیم با بازداشت این آدم زورآزمایی و قدرت خودمون رو به بقیه نشون میدیم و بعد از اون به بقیه میگیم که شما هم اگه از این گندگوز بازی و این کارا در بیارید میگیرمتون. این میشه پیامی که هست. بازم اون برای قضیه رو میبینم و چون الان یه عده ممکنه بگن که نه توماج صالحی آدم زرنگی بوده. میگم اینا همش فرضی است. ما داریم تحلیل محتوا میکنیم دیگه، تحلیل رفتار داریم انجام میدیم. اون برای قضیه هم میتونه باشه که توماج صالحی آدم شجاع، جسور و نترسی بوده و براش اصلا جونش و این چیزا مهم نبوده و فقط براش مردمش مهم بودن و اینجوری اومده بوده تو فضای مجازی فعالیت کرده بوده. این تحلیلای ما بوده. حالا شما نظرتون این زیر برای ما کامنت کنید و شما من دوست دارم نظرتون رو بدونم. اگر دوست داشتید ویدیو رو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید و اگر هم خواستید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب